سلام خانم، خوب هستین؟ سلام داداش، تو نمیری چی؟ مگه دکتری؟ نه والا بلاگرم. میتونم یه چالش باهاتون بگیرم؟ بستگی چه چالشی باشه. جسارتا اسمتون چیه؟ اسمم داشتی؟ میگن مهسا داداش، تو میتونی داش مهسا صدام کنی تو نمیری. داش مهسا، شما میتونی بدون اینکه حرفی بزنی به ما بگی اهل کجایی؟ داش اهلی که نیستم، وحشی هم تو نمیری. دایی بیا اینجا بگم من چی؟ اهلی هم یا وحشی هم؟ بس بچه کرجی دیگه، داداش درسته؟ اونجوری صحبت نکن، به مولا کرک بچه نداره، همه سلطانن تو نمیری. خب مهسا داداش، اگه الان یکی از رفیقات زنگ بزنه بگه دعوام شده، مشکلی برام پیش اومده، حالا دختره بزنم فرقی نداره، چیکار میکنی براش؟ داداش اینو میبینید؟ به مولا اینو میکنم اونجایی که نباید بکنم تو نمیری. میشه یه جمله به مخاطبین ما تو دوربین ما بگید؟ یه جمله اینو میگم به مولا رفیق اول آخرت خدا، بعد خانوادت تو نمیری. میگن رفیق جماعت اینجوریه، تا پول دارم غلامتم، قربون من کیفتم، تو نمیری چی؟ فقط خدا خانواده. داداش مرسی از چالشت، مشی هستی و پرطرفدار، بده سه به گوشش برسه. حل چشات.